بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز و دوستداران فوتبال. شروع می‌کنیم گزارش دیدار تیم‌های تراکتور و پیکان. 5 بازیکن پیکان داخل محوطه جریمه هستند. ارسال انجام میشه، یه ضربه سر و دروازه باز میشه. گل برای پیکان به ثمر میرسه و پیکانی‌ها 1-0 جلو میافتند. شاهین توکلی هست که موفق میشه دروازه رو باز بکنه. بالاتر از مدافعان تراکتور موفق شد ضربه سرش رو بزنه و به این شکل گل اول بازی رو رقم بزنه. پیکان هجومی تر شروع کرده بود و میل به حمله بیشتری داشت. در لحظات ابتدایی دقیقه 6 بازی پیکان یکیچ از میزبان خودش، از مدافع عنوان قهرمانی از تراکتور، خیلی نتونستن خودشون رو در زمین نشون بدن. به هر حال همه تیم‌ها در مقابل تیم قهرمان فصل قبل انگیزه مضاعفتری رو میتونن داشته باشن. حالا تراکتور برای جبران میرند. حسین زاده تک به تک ضربه و گل. امیر حسین زاده خودش رو 8 گله میکنه در لیگ امسال. خیلی سریع جبران کردن تراکتوری ها. یه مقدار زمان میگذشت کار سخت‌تر میشد برای این تیم. امیر حسین زاده از نزدیکی های میانه میدان توپ رو برداشت، حرکت کرد به سمت دروازه حریف و دروازه این دروازه‌بان رو گشود. یه ضربه حساب شده، خروج اسفندیاری هم ثمری نداشت. 1-1 مساوی. عجب بازی زیبایی است. دقیقه 6 پیکان، دقیقه 10 تراکتور گلزنی میکنن. 10 دقیقه 2 گل. بازی رو میبرن به سمت چپ. یه حرکت خوب، پرتعداد در حمله شرکت میکنن. ترابی میتونه ضربه رو بزنه، ضربه رو هم عالی میزنه. دفع عالی دروازه‌بان. در برگشت دوباره بازیکن تراکتور هاشم نژاد رو پای چپش است، دوباره تو سر توپ میزنه. باید بفرسته، این کار رو انجام میده. حرکت میکنه، ضربهش رو میزنه و توپ از بالای دروازه به بیرون رفت. زیاد جالب نزد مهدی ترابی، میتونست بهتر از این توپ استفاده بکنه. نیال اسماعیلی فر با 3 گل بهترین پاسور لیگ به حساب میاد. یه حرکت، دوماگوی میره تا تک به تک بشه. دوماگوی دروجدک ضربش رو هم میزنه و این هم گل دوم. حکم کمک داور بالا رفته، قطعاً بررسی خواهد شد. کمک داور هوشیارانه بازی رو ادامه داد تا از این فرصت استفاده بشه، بعد راجبش تصمیم گیری بشه. دوماگوی موفق شد دروازه رو باز بکنه، اما ببینیم در چه موقعیتی، آفساید یا سالم. بررسی خواهد شد این صحنه. دوماگوی دروجدک شاهین توکلی زننده گل پیکان با حسین زمانی صحبت میکنه. در اتاق وار بررسی میشه این صحنه. نگاه ها به حسین زمانی هست. میداد باقری زمین بازی رو ترک میکنه و یه تعویض در پیکان انجام میشه. امیرعلی مددی زاده به جاش وارد زمین میشه. میداد باقری هم مستقیم میره رختکن. حالا مصدوم شد یا فنی بود تعویض مشخص نیست. آفساید گرفته شد. به هر حال گل مردود هست و بازی ادامه داره. در سمت مقابل اسفندیاری رو به عنوان دروازه‌بان داره. یه ضربه مستقیم به سمت دروازه در خروج بیرانوند که ضربه ثمربخشی نبود از فرید امیری. ترابی حرکت انفرادیش خوب نبود. یه ضربه از راه دور و دستان بیرانوند. لشکیا میتونه گزینه تعویض باشه. شده فرجی، مهرداد محمدی، مسعود ظاهر کاظمین و امیررضا جدی رو تیم فوتبال تراکتور داره. یه لحظه حرکت از بازیکن پیکان. کجا اشتباه کردن؟ فرصت برای بازیکن پیکان هست. توپ بیرون رفته و ضربه دروازه. چه اشتباهی رو کردن مدافعان تراکتور، اونم تو این وضعیت. خروج بیرانوند همراه با توپ به بیرون رفت. محمد نادری
امیرحسین زاده، هالیلوویچ، فرصت برای تراکتور، ضربه ای که زده میشه و توپ به بیرون رفته. سعید دقیقی، شروع بازی از تراکتور. مهدی ترابی با پای چپ ارسال به روی دروازه، دخالت مثبت از مدافعان پیکان. فشار حملات تراکتور ادامه داره. هاشم نژاد ضربه رو زد، تیر دروازه پیکان به لرزه در میاد. فرصت عالی که تراکتوری ها از دست دادن. اسفندیاری هم روی توپ اثر گذاشت و با کمک تیر دروازه‌اش رو نجات داد. صحنه قبلی از نمای پشت دروازه، ضربه دیدنی که زد، نه اصلا اسفندیاری نرسیده بود به توپ و مستقیم توپ به تیرک دروازه پیکان برخورد کرد. تیم فوتبال تراکتور دیوار دفاعی 6 نفره، ضربه زده میشه مستقیم به سمت چارچوب، از بالای دروازه به بیرون رفت. ارسال با پای راست به روی دروازه، فرصت عالی برای تراکتور، ضربه‌ای که زده شد در دهانه دروازه، دخالت حسین زاده روی ضربه دوماگوی و توپ از بالای دروازه به بیرون رفت. شاید اجازه میداد که توپ مسیر خودش رو طی بکنه، فرصت خطرناکتری هم میشد. ببینیم این ضربه سری که متعاقب اون حسین زاده زد، تا عقب‌تر حرکت میکنه. هالیلوویچ، عجب پاسی رو داد تیبور هالیلوویچ. حالا این بار دانیال، پاس خوب به داخل محوطه جریمه، فرصت عالی، ضربه که زده شد و گل. بالاخره دروازه باز میشه. مهدی هاشم نژاد هست که موفق میشه دروازه رو باز بکنه و تراکتور برای اولین بار در این بازی جلو میفته. دقیقه 75 بازی این مهدی هاشم نژاد هست که موفق میشه دروازه رو باز بکنه در شلوغی جلوی دروازه پیکان. عالی زد ضربه نهاییش رو و چهره مغموم سعید دقیقی. ببینیم صحنه رو، توپی که فرستاده شد، دخالت حسین زاده و این ضربه از مهدی هاشم نژاد که میره در چارچوب توری دروازه پیکان جا خوش میکنه. صحنه گل از زوایای مختلف، یعنی 3-4 تا بازیکن پیکان این گل رو گرفته از اونا به نوعی. ارسال هالیلوویچ به دهانه دروازه، یه ضربه خطرناک کنار دروازه، توپ به بیرون رفت با پشت پا از سمت راست، میفرسته به داخل محوطه جریمه. ترابی لو رفت توپ. پیکان با امیری، شجاع خلیلزاده، کجا اشتباه میکنه شجاع؟ چی کار میکنه امروز شجاع خلیلزاده؟ خودش جبران کرد، عالی هم جبران کرد. به بیرانوند میرسه، خیلی زیاد بود. 12 دقیقه درسته توقف زیاد داشتیم ولی خیلی 12 دقیقه هم کمی عجیب بود. دوماگوی ضربه رو میزنه، عالی هم میزنه و سیو خوب از اسفندیاری. حالا باید توپ فرستاده بشه به روی دروازه، ارسال به دهانه دروازه، خلیلزاده یه ضربه سر از مقابل بازیکن همدستم عبور کرد و توپ به بیرون رفت. سریع اسفندیاری بازی رو شروع میکنه تا ضد حمله رو ترتیب بده، موفق نیستند. دانیال یه پاس رو به جلو، فرصت برای تراکتور، یه ضربه مستقیم به تور کنار دروازه برخورد میکنه. کورنر به نفع تراکتور، ضربه که دوماگوی زد.